به نام خدا با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی. جلسه سوم شیمومی 2 در خدمتتون هستیم. جلسه قبل تا اینجا بحث کردیم که ما میتونیم از روی ساختار ترکیبات به قدرت اسیدیشون پی ببریم که دو دسته کردیم در این مواد رو. یکی هیدریدای کوالانسی بود که کامل در موردش صحبت کردیم جلسه گذشته، و دیگه در مورد اکسی اسیدها بود که الان میخوایم تو این جلسه در مورد اکسی اسیدها به صورت کامل توضیح بدیم، بگیم که اکسی اسیدها اصلا به چه موادی میگن، چه ساختاری دارن و بعد از روی ساختار اونها چطور میتونیم به خاصیت اسیدیشون پی ببریم. اکسی اسیدها ساختار اونها به صورت HOZ می باشد. خب Z یه عنصره که یه OH بهش وصله، مثلا کلوره، مثلا فلوره، مثلا نیتروژنه یا هر چیز دیگه ای. پس Z منظور ما یه عنصری هست که OH بهش وصله. خب بین Z و O یک پیوند هست، درسته؟ حالا ما با B اسمشو گذاشتیم. بین O و H هم یه پیوندی هست که من اسمشو گذاشتم A، که وقتی میخوام صحبت کنم راحت‌تر بتونم بگم پیوند B و پیوند A و راحت‌تر در موردشون صحبت کنم. خب این ساختار کلی یه اکسی اسیده، مثلا ClOH یه نوع اکسی اسیده. پس شما به خاطر بسپارید اکسی اسیدها خیلی فرق میکنن با هیدریدای کوالانسی. هیدریدای کوالانسی HZ هست، مثلا یه عنصریه با H، درسته؟ اینو تو جلسه قبل کامل توضیح دادم. اما وقتی یه اکسیژنی بینشون میاد دیگه میشه ساختار اکسی اسید، و چون کاملا متفاوت هست با اون قسمت قبلی، این رو به صورت جداگانه نسبت به هیدریدای کوالانسی بررسی میکنن. خب هیدروژن متصل به اکسیژن خاصیت اسیدی داره. خب من کاری ندارم که چی مثلا به Z وصله. ممکنه الان اینجا Z مثلا یه Cl باشه، اینجا O، اینجا H، به خود Cl هم چیزای دیگه وصل باشه، مثلا H وصل باشه، O وصل باشه، چیزای دیگه. من کاری بهشون ندارم. در اکسی اسیدها تنها هیدروژنی که الان به اکسیژن وصله این خاصیت اسیدی داره. پس هیدروژن متصل به اکسیژن خاصیت اسیدی دارد، بنابراین تغییرات شعاعی زیادی در آن رخ نمی‌دهد. پس قدرت اسیدی آنها به الکترونگاتیوی اتم Z مربوط است. خب اینی که خوندم میگه که چون همیشه هیدروژن به اکسیژن وصله و اکسیژن ثابت اینجا، پس این پیوندی که بین اینا هست که ما با A نشونش دادیم تغییر چندانی نمیکنه. اکسیژن هم ثابته، بنابراین نمیتونم بگم شعاع اکسیژن کم میشه، زیاد میشه. پس اینجا اصلا بحث شعاع مطرح نیست، درسته؟ همیشه OH ثابته، چون اکسیژن ثابته همیشه شعاعش هم ثابته. اینجوری نیست که اکسیژن رو تغییر کنه، ضد ما تغییر میکنه. چون ما داخل مثلا اون قسمت هیدریدای کوالانسی که داشتیم بحث مثلا توی یه گروه بحث میکردیم، میگفتیم چون عنصری که به هیدروژن وصله داره شعاعش تغییر میکنه، بنابراین هرچی شعاعش بزرگتر میشه اون هیدروژن راحت‌تر میاد بیرون. اینجا اصلا بحث شعاع من نمیتونم بکنم، چون OH ثابته، اکسیژن همیشه به هیدروژن وصله و اکسیژن هم ثابته و شعاعش نه زیاده نه زیاد میشه نه کم میشه. پس بحث شعاع اینجا منتفی است. پس من به چی تکیه کنم که بتونم خاصیت اسیدیشون رو بررسی کنم؟ به الکترونگاتیویته Z. من باید الکترونگاتیوی Z رو مورد بررسی قرار بدم، یعنی اون عنصری که داره تغییر میکنه. مثلا اگه اینجا کلور باشه، اگه اینجا برون باشه، باید بیام الکترونگاتیویشو بررسی کنم. طبق الکترونگاتیوی حالا میاد خاصیت اسیدی تغییر میکنه. خب من توضیح میدم اینجا براتون که یاد بگیرید، بعد اینجا کامل توضیح دادم که برای نوشتن مشکلی نداشته باشید. هرچه الکترونگاتیوی اتم Z بیشتر باشه، این جفت الکترون پیوندی که من با B نشون دادم بیشتر به سمت خودش میکشه. خب اکسیژن هم چون این دوتا الکترون داره به سمت خودش میکشه، اکسیژن هم میاد این دوتا الکترونی که بین خودشون و هیدروژن هست رو به سمت خودش میکشه. خب وقتی داره اینو به سمت خودش میکشه، پس H مثبت راحت آزاد میشه و خاصیت اسیدی بیشتری داره. پس به صورت خلاصه هرچه که الکترونگاتیوی Z بیشتر باشه، ما خاصیت اسیدیمون تو اکسی اسیدها بیشتر هست. خب هرچی که من گفتم رو اینجا براتون حالا نوشتم که بخواید یادداشت کنید. هرچه الکترونگاتیوی اتم Z بیشتر باشد، زوج الکترون پیوندی بین خود و اکسیژن که همون پیوند B هست
را بیشتر به سمت خود می کشد. در نتیجه اکسیژن نیز به نوبه خود جفت الکترون پیوندی بین خود و هیدروژن، تو پرانتز میتونید اینجا یادداشت کنید همون پیوند بی، را به سمت خود می کشد و H مثبت راحت تر آزاد می شود. در نتیجه اسید قوی تر می شود. پس در اکسی اسیدها هرچه الکترونگاتیوی اتم مرکزی بیشتر باشد اسیدمون قوی تره. درسته؟ این به صورت خلاصه. خب بریم براتون مثال بزنیم. خب به شما 3 تا اکسی اسید HOCl، HOBr و HOI رو دادن. میگه از بین این 3 تا کدوم یک خاصیت اسیدیش بیشتر، یعنی فقط به شما ساختار دادن. از رو ساختار میخواد شما تشخیص بدید که کدوم خاصیت اسیدیشون بیشتر. شما میاد اتم های مرکزیش رو جدا مینویسی، کلور، بروم، یود. کلور، بروم، یود باید خاصیت الکترونگاتیویشون رو بررسی کنی. وقتی اینا رو بررسی کردی بعد میگید هر کدوم خاصیت الکترونگاتیویش بیشتر باشه پس اکسی اسیدش چیه؟ خاصیت اسیدیش بیشتر. خب اینا میدونی که زیر هم هستن، هالوژن ها هستن دیگه. فلور رو من ننوشتم، کلور، بروم، یود. از بالا به پایین توی گروه الکترونگاتیوی کم میشه. اینو من جلسه قبل کامل در مورد الکترونگاتیوی توی گروه و دوره بررسی کردم. پس از بالا به پایین الکترونگاتیوی کم میشه، پس بیشترین الکترونگاتیویتی رو کلور داره. پس چون کلور از همشون الکترونگاتیوی بیشتری داره، میگم اکسی اسیدی که با کلور هست یعنی HOCl خاصیت اسیدیش از همه بیشتره. اینجا هم نوشتم، علامتی زدم، الکترونگاتیوی بیشتر در نتیجه اسید قوی تر. خب حالا بریم بحث یکم گسترده تر کنیم. این یه دونه اکسی اسیده، درسته؟ ClOH. حالا بیام اتم مرکزی رو تغییر ندم، یعنی مثل سوال قبلی عمل نکنم که حالا این Cl رو مثلا بردارم بروم بذارم آی بذارم. این Cl رو همینجوری بذارم، به جاش بیام اکسیژن به Cl اضافه کنم. مثلا این یکی یه دونه اکسیژن به این اضافه شده، این یکی 2 تا اکسیژن اضافه شده، این یکی 3 تا اکسیژن اضافه شده. درسته؟ حالا بیام بررسی کنم. پس اومدم چیکار کردم تو اکسی اسیدها؟ اگه من اتم مرکزی رو تغییر بدم، خب شما باید ببینید که کدوم الکترونگاتیوی بیشتر، میگه اسید قوی تر. اما وقتی من این زد رو تغییر ندم، همه رو یکسان نگه دارم، بلکه اون عنصرهایی که به زد وصل میشه رو من کم و زیاد کنم. مثلا اینجا اکسیژن دارم به کلور اضافه میکنم، این یه دونه اکسیژن، 2 اکسیژن، 3 دونه اکسیژن به کلور اضافه میکنم. ببینم رو خاصیت اسیدیش چه تأثیری داره و زیاد میشه یا کم میشه. خب اینجا رو دقت کنید، من براتون نوشتم هرچه تعداد اتم های اکسیژن متصل به Z بیشتر باشد بیشتر از Z الکترون میگیرند. در نتیجه اکسیژن متصل به هیدروژن نیز بیشتر الکترون های پیوندی را به سمت خودش میکشه و اسید قوی تر میشه. نگاه کنید اینجا فقط کلور داره این پیوند رو میکشه، اکسیژن هم به نوبه خودش این پیوند بین خود و هیدروژن رو میکشه که بشه اسید. اما اینجا رو نگاه کنید، یه عامل دیگه دوباره اضافه شد. اکسیژن داره از کلور میگیره، دوباره کلور از اکسیژن میگیره، اکسیژن هم از هیدروژن میگیره، پس این از این قوی تره. دوباره 2 تا اکسیژن میان از کلور میگیرن، کلور به شدت احساس کمبود پیدا میکنه، کمبوده الکترون میاد اینو بیشتر میکشه به سمت خودش، دوباره اینم به نوبه خودش میکشه و H آزاد میشه. پس هرچه تعداد اکسیژن ها بیشتر بشه بیشتر الکترون رو به سمت خودش میکشن، الکترون های پیوندی رو بیشتر به سمت خودشون میکشن و این اتم مرکزی بیشتر احساس کمبود الکترون داره و این پیوند رو شدیدتر به سمت خودش میکشه. وقتی این پیوند شدیدتر کشیده بشه دوباره این اکسیژن هم این پیوند رو شدیدتر میکشه، بیشتر میکشه و این H مثبت خیلی راحتتر آزاد میشه. درسته؟ خب این از یه مورد. یه مورد دیگه هم میتونیم بررسی کنیم. نگاه کنید این علامت های قرمزی که من گذاشتم چیه؟ اینا رو براتون توضیح میدم که هم به همین روشی که من گفتم میتونید توجیه کنید، یعنی 2 خطی که اینجا نوشتم میتونید توجیه کنید. یه توجیه آسونتر بار قراردادیه.
شما شیمی عمومی یک بار قراردادی نحوه محاسبش رو خوندید. خب حالا اگه یادتون باشه شماره، حالا اون شماره گروه که حالا تعداد الکترون های ظرفیتش رو منهای اون تعداد الکترون هایی میکردید که به صورت ناپیوندی بودن به اضافه یک دوم اون الکترون های پیوندی. خب اگه من میخوام بار قراردادی رو به اون صورت حساب کنم، خب شما خیلی سخت میشه براتون برای هر کدوم از اینا بیاید بار قراردادی حساب کنید. من یه روش دیگه به شما یاد میدم که سریعتر بتونید بار قراردادی رو پیدا کنید و به جوابتون هم برسید. خب چطوری؟ نگاه کنید، هر OHی خنثیست. میدونید چرا؟ چون که اکسیژن هم از این ور به پیوند وصله، هم این ور به پیوند وصله، بنابراین میتونم بگم اکسیژن اینجا باری نداره. پس شما فرض رو بر این بگیرید که هر OHی خنثیست. خب حالا اما هر اکسیژن تنها که میگم یعنی به هیدروژن وصل نباشه، هر اکسیژن تنهایی بار قراردادیش منفیه. ببینید شما اگه از طریق فرمول بار قراردادی برید همینا رو به دست میارید، اما من دارم اینا رو به صورت قانون در میارم براتون که نخواهید از فرمول استفاده کنید. پس هر OHی رو، یعنی وقتی که هیدروژن به اکسیژن وصله، بگید اکسیژن دیگه هیچ باری نداره، خنثی شده. اما وقتی اکسیژن تنهاست و هیدروژنی بهش وصل نیست، بارش منفیه که بار قراردادیش میشه چی؟ منفیه. خب حالا این که -1 ما باید بار قراردادی جوری قرار بدیم که کل مولکول به صورت خنثی باقی بمونه. مثلا اینجا ClOH خنثیست، این باری نداره، اینم باری نداره، خنثیست. الان ClOH این ورش O باشه، اینم خنثیست. اینا که من قرمز گذاشتم خودم بار قراردادی اضافه کردم، وگرنه این به صورت یون نیست. یعنی من برای شما می‌نویسم تو امتحان HOClO HOClO2 HOClO3، درسته؟ هیچ باری نداره. این قرمزا رو من الان گذاشتم. خب هر اکسیژن تنهایی رو منها به یه منفی بگیرید. خب حالا برای که این اکسیژن رو منفی کنه مجبوره کلور من یه بار مثبت داشته باشه، درسته؟ که کل این مولکول بشه خنثی. حالا من کدوم از اینا برام مهمه؟ این اتم مرکزی یا همون زده برام مهمه که بار قراردادیش چند میشه. اینجا بار قراردادیش 0، نه منفیه نه مثبته. اینجا بار قراردادی شد یه بار مثبت. خب بیایم اینجا حساب کنیم. خب برای این بخوایم حساب کنیم میگیم OH خنثیست، کاری بهش نداریم. این یه دونه O تنها داریم یه بار منفی، یه O تنها داریم یه بار منفی دیگه. خب اینجا کلا 2 تا بار منفی داریم، پس Cl مجبور 2 تا بار مثبت باشه که کل این مولکول رو خنثی کنه. اینجا چی؟ دوباره OH برای من خنثی هست. 3 تا اکسیژن داریم، 3 تاش هم بار منفی میگیره، بنابراین کلور مجبوره که 3 تا بار مثبت باشه که کل مولکول من چه بشه؟ خنثی بشه. خب حالا نگاه کنید، اینجا هیچ باری نداره، اینجا یه بار مثبت، 2 بار مثبت، 3 بار مثبت. پس ما تونستیم بار قراردادی اتم مرکزی رو بدون اینکه از فرمول استفاده کنیم تشخیص بدیم. یعنی همه اینا رو شما مثلا برای این یه دونه فرمول میزدی، برای این یه دونه فرمول، برای هر کدوم از اینایی که بار دارن یه دونه فرمول جدا باید میزدی. اما خب ما بهتون گفتیم این حالته و راحت‌تر بار قراردادیش به دست میاد. خب حالا بار قراردادی ها به دست اومد، چطور خاصیت اسیدی رو متوجه بشیم؟ به این نکته دقت کنید. هرچه بار قراردادی روی اتم مرکزی یا همون Z بیشتر باشد اسید قوی تر است، درسته؟ پس هرچه بار قراردادی این مثبت تر باشه، این یه بار مثبت، این 2 بار مثبت و این 3 بار مثبت، هرچه مثبت تر باشه اسیدیش قوی تره. نگاه کن، اسیدیش همین اچ هست، این اچ حالت اسیدی داره، این اچ، این اچ، این اچ، اما کدومش قوی تره؟ یعنی وقتی بریزیم تو آب کدوم سریعتر اچ از دست میده؟ این یکی که بار قراردادی اتم مرکزیش مثبت تره. این 3 بار مثبت، 2 بار مثبت، 1 بار مثبت، اینم که هیچ بار مثبتی نداره، درسته؟ خب یا میتونید بگید که هرچه اکسیژن های اطراف اتم مرکزی بیشتر بشه این بیشتره. اما اینجوری روش درستی شما باید بار قراردادی مشخص کنید. چرا؟ چون علاوه بر اکسیژن ممکنه اتم های دیگه هم اطرافش وجود داشته باشه، درسته؟ پس بهتره که بار قراردادی مشخص کنید و از روی بار قراردادی دقیقاً مشخص کنید که کدوم خاصیت اسیدیش بیشتره. تمرین بهتون دادم، از میان گروه های زیر اسید قوی تر را مشخص کنید، دلیل خود را توضیح دهید. این یک گروه بهتون دادم،
یعنی اینو با این مقایسه میکنید، کدوم خاصیت اسیدیش بیشتره توضیح میدید. بعد اینا هم با هم مقایسه میکنید، دوباره این یکی رو با این یکی مقایسه میکنید و میگید که کدوم خاصیت اسیدیش بیشتره. حتما حل کنید که من انشالله جلسه آینده که در مورد حالا جلسه 4مون باشه، حتما این تمرینایی که جلسه قبل گفتم رو براتون حل میکنم که انشالله مشکلی نداشته باشید. خب یه تمرین دیگه هم بهتون دادم. ساختار لوئیس H2SeO4، Se همون سلنیوم گروه 16 و تلوریک اسید H6TeO6 را رسم کرده. بار قراردادی آن را تعیین کنید و مشخص کنید کدام اسید قوی تری است. پس راحت میتونید این ساختار لوئیس رو رسم کنید، به همون روشی که یادتون دادم بدون فرمول بار قراردادی رو مشخص کنید. از رو بار قراردادی مشخص کنید کدوم یک از این دو اسید قوی ترند. خب بریم سراغ ادامه درسمون. ما تا حالا در مورد اسید لوئیس آرنیوس صحبت کردیم، اسید لوئیس برانسلوری هم صحبت کردیم که رسید به ساختار و اینا. حالا میرسیم به آخرین مبحث اسید و باز که لوئیس هست. ببینیم لوئیس که دانشمندی هست در مورد اسید و باز چه نظری داره. به نظر اون اسید چه ماده‌ایه و باز چه ماده‌ایه. خب باز لوئیس ماده است که جفت الکترون غیر مشترک دارد و با آن میتواند به یک اتم، مولکول یا یون پیوند کوالانسی تشکیل بدهد. باز لوئیس چیز ساده است، یعنی مولکول هایی که جفت الکترون غیر اشتراکی دارن مثل NH3، اونایی که جفت الکترون غیر اشتراکی دارن یا بار منفی دارن فرقی نمیکنه، یا بار منفی داشته باشن یا جفت الکترون غیر اشتراکی، به اینا میگن باز. همین، چیز دیگه لازم نیست داشته باشن، همین که جفت الکترون غیر مشترک یعنی مشترک نشده باشه با یه اتم، درسته؟ جفت الکترون تنها داشته باشن یا بار منفی، به این میگیم باز. اسید لوئیس اسید ماده است که میتواند با پذیرفتن یک جفت الکترون از یک باز پیوند کوالانسی تشکیل دهد. پس اسیدمون ماده ای که میتونه بپذیره، حالا به چه دلیل میپذیره رو ما نمیدونیم، فقط وقتی که پذیرنده هست میتونه اسید لوئیس باشه. خب مثلا BF3 میدونید که چون که 3 تا پیوند ایجاد میکنه میتونه یه اوربیتال خالی داشته باشه، چون ما میگیم اتم ها دوست دارن 8 تایی باشن. الان برو رو نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 تا الکترون اطرافش هست، پس هنوز به 8 تایی نرسیده، یعنی یه جای خالی داره، ما بهش میگیم اوربیتال خالی. حالا معمولا توی دوران دبیرستان اسم اوربیتال رو برداشتن، ما میتونیم بگیم چون این به 8 تایی نرسیده یه جای خالی داره که 2 تا الکترون رو بپذیره و بتونه به 8 تایی تبدیل بشه. خب پس این چون زمینشو داره و جای خالی داره میتونه جفت الکترون باز رو بپذیره و یه پیوند تشکیل بده. این جفت الکترون مال بازه، درسته؟ مال نیتروژنه. اما زمانی که میاد وارد میشه یعنی به یه اسید میدهش، این جفت الکترون دیگه میشه یه پیوند بین N و B، درسته؟ و این مولکول من به وجود میاد. این پیوندم با این یکی یا پیوندها هیچ تفاوتی ندارن، دقیقا شبیه پیوندهای یگانه عادی هست، فقط یه باز لوئیس با یه اسید لوئیس با هم پیوند دادن و یه مولکولی رو به وجود آوردن. خب حالا بریم سراغ گونه هایی که می توانند به عنوان اسید لوئیس عمل کنند. خوب دقت کنید، گونه هایی که به عنوان باز عمل می کنند الان توضیح دادیم تو اسلاید قبلی، خیلی واضح هستن، یعنی ترکیبایی که زوج الکترون تنها داشته باشن یا بار منفی، اینا بازن. اما گونه‌هایی که میتونن به عنوان اسید لوئیس عمل کنن خیلی گستردن که ما یکی یکی حالا بررسیشون میکنیم که شما بیشتر باشون آشنا بشید. حالا مورد اولی که میخوام بررسی کنم به عنوان اسید لوئیس، مولکول ها یا اتم هایی که 8 تایی اونها کامل نباشد، درسته؟ چون 8 تایشون کامل نیست، دوست داره کامل بشه، بنابراین میتونه به عنوان اسید لوئیس عمل کنه. مثل گوگرد رو میدونید که جزء گروه 16 جدول تناوبی، گروه 16 هم 6 تا الکترون ظرفیت دارن، بنابراین خود گوگرد به تنهایی، یعنی گوگرد است، نه که مثلا 2 تا 3 تا کنار هم باشن، خود اتم گوگرد یه اتمیه که ناپایداره چون به 8 تایی نرسیده.
خب ما میتونیم یه مولکولی که خاصیت بازی داشته باشه به این اضافه کنیم، بنابراین این میتونه اسید لوئیس باشه. چرا اسید لوئیسه؟ چون پذیرنده بازه. خب حالا بازی که انتخاب کردیم چیه؟ SO3 دوبار منفی به عنوان یه یون چند اتمی. SO3 دوبار منفی، ببین خود گوگل یه زوج الکترون تنها داره و از این زوج الکترون تنهاش میتونه به عنوان باز عمل کنه و به این جای خالی گوگرد متصل بشه و پیوند به وجود بیاره. اینجا رو دقت کنید. پس این اکسیژن ها سر جاشه، من کاری بهش ندارم، اما گوگل یه زوج الکترون داشته شده پیوند بین خودش و اون گوگرده. این گوگرد هم که 6 تا الکترونش سر جاشه. درسته؟ دوباره منفی هم که وجود داشت، همون دوباره منفی رو ما میذاریم. پس اتم هایی هستن که 8 تایشون کامل نیست و با استفاده میتونن به عنوان اسید لوئیس عمل کنن. خب AlCl3 هم ما میتونیم بگیم به عنوان اسید لوئیس عمل میکنه، اما اینجا رو خوب دقت کنید. AlCl3 هم آلومینیومه که 3 تا کلور اطرافش. 3 تا کلور اطرافشه. الان خود آلومینیوم رو بخوام حساب کنم 1 2 3 4 5 6 تا الکترون بیشتر اطرافش نیست. پس مثل BF3 که توی اسلاید قبلی گفتم میتونه اوربیتال خالی داشته باشه یا جای خالی داشته باشه که 8 تایش رو کامل کنه. خب چون که حالا در کنار خودشون یه عنصر مجزایی ندارن، فقط خود AlCl3 هست، میان با هم دیگه پیوند برقرار میکنن. چطور؟ یه AlCl3 کنارش قرار میگیره. میدونین که کلور وقتی من ساختار لوئیس میکشم اطراف هر کدوم از این کلورها 6 تا الکترون تنها وجود داره. 1 2 3 4 5 6 که من رسمش نکردم. اطراف این کلور هم همینطور، اطراف این کلور هم همینطور. خب پس همین زوج الکترون هایی که تنها هستن اطراف کلور میتونن به عنوان باز برای آلومینیوم یه مولکول دیگه AlCl3 عمل کنن. پس یه AlCl3 دیگه کنارش قرار میگیره. اینا با زوج الکترون خودشون میتونن وارد چی بشن؟ آلومینیوم مولکول دیگه ای بشن و اونو 8 تایی کنن. درسته؟ پس یه پیوند بین اونا بده. دوباره این کلور مال این مولکول میتونه با اون مولکول چی بشه؟ دوباره یه پیوند دیگه ایجاد کنه. ببینید این ترکیب دقیقاً مثل ترکیب بالایی پیوند کامل ایجاد نمیشه که یه ترکیب پایداری به وجود بیاره، چون که خودشون دارن با خودشون پیوند میدن، بلکه یه زمینه پایداری داره ایجاد میکنه. یعنی اگه شما یه ماده تو آزمایشگاه داشته باشی به نام AlCl3، هیچ وقت نمیتونید مولکولای AlCl3 رو به تنهایی ببینید، بلکه به صورت Al2Cl6 هن. یعنی دو تا از اونا کنار هم قرار میگیرن. پس این پیوندایی که اینجا ایجاد میشه مثل پیوندهای بالایی کامل نیست، چون یه دونه باز مجزا با یه دونه اسید مجزا نبوده، بلکه همش همون اسیدهای لوئیس بودن که حالا با همدیگه اومدن جمع شدن و دوتایی با همدیگه چی شدن؟ پایدار شدن. پس خودشون اومدن خودشون رو پایدار کردن و این هم میشه یه مثالی از اتم هایی زد که 8 تایشون کامل نیست. پس این پیوندها شبیه به این پیوندها نیستن، بلکه یه پیوند مثلا به عنوان مثال پیوندهای بین مولکولی هستن که باعث پایداری ترکیب میشن. پس همیشه AlCl3 ها به صورت Al2Cl6 توی محیط آزمایشگاه دیده میشن. خب مورد دومی که به عنوان اسید لوئیس عمل میکنن، بسیاری از کاتیون های ساده میتوانند به عنوان اسید لوئیس عمل کنند، مثل Cu دوبار مثبت. Cu دوبار مثبت که میدونید کاتیون مس هست دیگه. کاتیون مس کلا کاتیون ها کمبود الکترون دارن دیگه. چرا؟ چون الکترون خودشون از دست دادن، بار مثبت ایجاد شده براشون. پس کاتیون ها کلا کمبود الکترون دارن. خب حالا یه باز اگه من کنارش به کار ببرم مثل NH3 که دوباره روی نیتروژن زوج الکترون تنها وجود داره، میتونه متصل بشه به این Cu دوبار مثبت، یه ترکیب به وجود بیاره به نام Cu NH3 4 مرتبه دوبار مثبت. خب این چیه؟ این یک کمپلکسه. در مورد کمپلکس ها من تو فصلهای بعدی بهتر حالا در موردش صحبت میکنم و بیشتر صحبت میکنم، شما بیشتر آشنا میشید. فقط اینو بدونید وقتی کاتیون ها در مجاورت بازهای لوئیس قرار میگیرن کمپلکس ایجاد میکنن. حالا اینکه کمپلکس ایجاد میکنن یعنی چی؟ یعنی اون کاتیون با چند تا از این بازها پیوند تشکیل میده.
جوریه که مثلا اینجوری نیست که مثل مورد اول دقیقاً مثلا این یه دونه ما کاتیون داشته باشیم یه دونه از اون بازها استفاده بشه. کاتیون ها چندین باز انتخاب میکنن و اون چندین باز انتخاب کردن دقیقاً به اندازه کاتیون وابسته است. مثلا CU همیشه 4 تا NH3 رو قبول میکنه. حالا اگه جای NH3 مثلا من CN منفی بذارم به عنوان باز، ممکنه تعداد بیشتری قبول کنه. پس شما نیازی نیست که بدونید چرا CU کنارش 4 تا NH3 قرار میگیره. این ذات مس هست که میتونه با توجه به شعاعی که داره 4 تا NH3 رو کنار خودش نگه داره. درسته؟ اما خب پس بستگی به شعاعشون داره. هر چقدر شعاعشون بزرگتر باشه تعداد بیشتری از اینا رو در کنار خودشون نگه میدارن. خب پس همین خواستن بگن که کاتیونا هم میتونن به عنوان اسید لوئیس باشن، بازها رو کنار خودشون نگه دارن. مثلا اینجا 4 تا نگه داشته، CuNH3 4 مرتبه. این دوبار مثبت چیه؟ این که هیچ باری نداره. درسته؟ این دوبار مثبت مال چیه؟ مال خود CU که هنوز اینجا حفظ شده. به این ترکیبات میگن کمپلکس، ترکیباتی که کاتیون ها با بازهای لوئیس میدن. یه مورد دیگه هم هست پایین. دوباره یک کاتیونه، اینم باز لوئیس. از کجا میگم باز لوئیس؟ چون بار منفی داره. بازهای لوئیس یا بار منفی دارن یا زوج الکترون داره. خب اینم میتونه در کنار Fe قرار بگیره. حالا چند تا؟ 6 تا در کنارش قرار میگیره. میشه FeCN 6 مرتبه. خب خود Fe یه 3 بار مثبت داره، CN هم یه بار منفی داره. من 6 تا CN استفاده کردم، پس 6 تا CN منفی استفاده کردم. اینجا 6 بار منفی، اینجا 3 بار مثبت، در کل میشه 3 بار منفی. پس این بارهایی که اینجا میذاریم بستگی به خود کاتیون ها و خود حالا اون بازهای لوئیسمون داره. چون اینجا باز لوئیسمون هیچ باری نداشت، ما اینجا همون دو بار مثبت CU رو فقط گذاشتیم. اما اینجا باز لوئیسمون بار منفی داره و چون 6 تا استفاده کردیم 6 تا بار منفی به کل مولکولمون میده. اینجا هم 3 بار مثبت داشته، پس کلا میشه 3 بار منفی. این هم میشه یک کمپلکس برای خودش. معمولا به این بازهایی که با کاتیون ها واکنش میدن، یعنی بازهای لوئیسی که با کاتیون واکنش میدن، لیگاند هم بهش میگن لیگاند. حالا برای این لفظشو به کار بردم که زمانی که رفتیم در مورد کمپلکس ها صحبت کنیم بدونی اگه من گفتم لیگاند منظورم همین بازهای لوئیس هستن که با کاتیون ها واکنش میدن. خب مورد سوم، ترکیباتی که اتم‌های مرکزی آنها می‌توانند پوسته والانس خود را گسترش دهند. ترکیباتی که اتم‌های مرکزی آنها می‌توانند پوسته والانس خودشون را گسترش دهند. بعضی از اتم‌ها وجود دارند از دوره 4 به بعد جدول تناوبی. بعضی عنصرها وجود دارن که با وجودی که 8 تایشون کامله یا شاید هم بیشتر باشه، مثلا SnCl6 یه SN رسم کنید 6 تا پیوند Cl کنارش بذارید. خب 6 تا 2 تا 12 الکترون اطرافشه، یعنی حتی از 8 تایی هم فراتر رفته. اما با توجه به اینکه شعاعش خیلی بزرگه دوباره هم میتونه 2 تا Cl دیگه بپذیره و بشه. ببخشید این 4 عذرخواهی میکنم، من اشتباه نوشتم، عذرخواهی میکنم. SnCl4 هست، شما لطفاً تصحیح بفرمایید. این SnCl4 هست که 2 تا کلور دیگه میتونه اضافه کنه. SN 4 تا کلور اطرافش، یعنی 8 تایش کامل هست. حالا 2 تا کلور هم دوباره میتونه بپذیره، بشه SnCl6 دوباره منفی. خب اینها گفتم اتم هایی هستن که از دوره 4 به بعدن. دوره 4 به بعد، حالا اگه یادتون باشه، من نمیخوام وارد جزئیات حالا یک استو 2 استو اینا بشم. شما اگه یادتون باشه تا 4 استو پر نشه بعد میاد 3D پر میشه. درسته؟ خب وقتی که لایه 4 در حال پر شدنه، ما دی لایه 3 هم داریم. بنابراین این عنصرها میتونن وارد این لیگاندها یا این بازهای لوئیس رو میتونن وارد اوربیتال های دی خودشون بکنن و ترکیب رو ایجاد کنن. پس بعضی از اتم ها وجود دارن که میتونن والانس خودشون رو زیاد کنن، یعنی والانس یعنی اون الکترون های اطراف خودشون رو.
پس این 8 تاییش کامل هست. SnCl4 2 تا کلور دیگه میپذیره. این کلور چون Cl منفیه به عنوان باز لوئیس عمل میکنه و 2 تا هم هست، بنابراین 2 تا بار منفی داره. اینجا هم در کل میشه 2 تا بار منفی. یه مورد دیگه ای که میتونیم در موردش صحبت کنیم در همین مورد SiF4 هست. SiF4 هم یه Si باید بکشید 4 تا F اطرافش، 4 تا F اطرافش هست و اینم لایه والانسش کامله، یعنی 8 تاییش کامله، اما باز هم میتونه 2 تا F منفی دیگه بپذیره، بشه SiF6 2 بار منفی و این 2 بار منفی هم از این 2 تا بار منفی F اومده. خب اینم مورد سومی که اینها میتونن به عنوان اسید لوئیس عمل کنن، چون میتونه لایه والانس خودش رو گسترش بده، دوباره میتونه باز رو قبول کنه. مورد آخرم براتون توضیح بدم دیگه این جلسه انشالله تمام بشه. بعضی از ترکیبات به علت داشتن یک یا چند پیوند چندگانه در مولکول خود دارای محیط اسیدی هستند. خب وقتی که پیوند چندگانه وجود داشته باشه میتونن با بازها واکنش بدن. مثلا من SO2 رو براتون مثال زدم که حالا اگه ساختار لوئیسش رو رسم کنید به این صورت در میاد. OH منفی یه بار منفی داره، بنابراین میتونه به عنوان باز لوئیس عمل کنه. حالا این بار منفی میتونه حمله کنه به اتم مرکزی، چون پیوند چندگانه داره یکی از این پیوندهای چندگانه رو باز کنه روی اون اتم مجاورش. خب نگاه کنید اینو، این OH منفی وقتی میاد اینجا این رو باز میکنه میره بعدی. نگاه کنید این اکسیژن که سر جاش 6 تا الکترونشو داره، گوگر تک الکترونشو داره، OH داره اضافه میشه. نگاه کنید OH داره اضافه میشه، این بار منفی همین زوج الکترون است، درسته؟ این زوج الکترون میاد پیوند میده، این دوتا سر جاشن، این زوج الکترون میاد پیوند میده این یکی، پس شد پیوند بین اکسیژن و گوگرد. خب این که دوتا بود یکی از پیوندهاش باز میشه میره بالا. نگاه بالا بکنید، ما 4 تا الکترون تک داشتیم، الان این دوتا هم بهش اضافه شد میشه 6 تا الکترون تک داره، درسته؟ پس این ساختارهایی که پیوند چندگانه داره باز اینا هم میتونن پذیرنده جفت الکترون تنها باشن و بشن اسید لوئیس. خب این بار منفی هم که سر جاش هست، درسته؟ خب حالا بعدی CO2 هم وقتی ساختار لوئیس رو بکشین به این صورت هست که من براتون رسم کردن. حالا اکسیژن دوبار منفی، اکسیژن که میدونیم خودش گروه 16 است، 6 تا الکترون اطرافش است. وقتی میگیم دوبار منفی یعنی 2 تا الکترون هم گرفته، بنابراین 8 تا الکترون اطرافش هست. حالا 2 تا از الکترون هاشو میتونه الان به عنوان باز عمل کنه، چون 2 تا بار منفی داره، از این 2 تا بار منفیش میتونه حمله کنه. خب 2 تا بار منفی حمله میکنه یعنی چی؟ یعنی میتونه زوج الکترون تنهاش حمله کنه. خب این میتونه حمله کنه و یکی از اینا رو باز کنه، چه بالایی رو باز کنه چه پایینی رو باز کنه فرقی نمیکنه. پس این اکسیژن میتونه این زوج الکترونش رو حمله بده به اتم مرکزی و یکی از اینا رو باز کنه. خب حالا بررسیش کنیم. این 8 تا الکترون اطرافش بود، الان 6 تا الکترون اطرافشه. این جفت الکترونه اومده بین اکسیژن و کربن پیوند برقرار کرده. خب این پایینی رو من دست نزدم، پس دقیقاً شبیه به خودش رو میکشم. این بالایی رو وقتی میخوام پیوند بدم داره یکیش اینا باز میشه، پس پیوند دوگانه شد یگانه. این 4 تا الکترون بالا داره، الان چون یکی از اینا رفت پیوست به اونا، الان اینا 6 تا الکترون روی اتم اکسیژن قرار داره. دوباره منفی هم که میاد همون دوباره منفی قرار میگیره. پس ما حالتهای مختلفی رو بررسی کردیم که میتونه اسید لوئیس باشه. چطور میتونه از اینا سوال تو امتحان بیاد؟ خب چون ساده است من دیگه نمونه سوالاشو نیاوردم براتون. هر کدوم از این موارد رو من بعد بیارم براتون، شما باید اگه از کمپلکس ها بیارم حتما کمپلکسی میارم که برای شما گفته باشم، چون شما واقعا نمیدونید مثلا با چند تا NH3 واکنش میده، مگه اینکه براتون بنویسم مثلا Cu دوبار مثبت حتما به اضافه 4 تا NH3 میشه که شما میتونید جواب بدید. اگه از این موارد آوردم که گفتم دیگه شما یه دونه از این جفت الکترون ها رو حمله میدید و پیوند رو باز میکنید و به این صورت حالا حل میکنید. پس پیوندهای چندگانه هم مشخص هست و مواردی که گفتم. حالا هر کدوم از اینا رو ما ان شاءالله نمونه‌اش رو شب تو امتحان آوردیم، شما این 4 مورد رو تو ذهنتون باشه که بتونید ازش استفاده کنید و برای من
مجموع اسید و باز که با هم دیگه پیوند میدن رو برام انشالله بکشید. خب فصل اولتون تموم شد. در مورد حالا نظریه‌های مختلف در مورد اسیدها و بازها بود که توضیح دادیم براتون. انشالله تمرین‌ها رو هم برای خودتون حل کنید تا جلسه آینده که بریم فصل دوم رو تدریس کنیم و تمرینایی هم که بهتون دادیم رو اونجا انشالله تصحیح کنیم و خدمتتون توضیح بدیم. موفق و مؤید باشید انشالله تا جلسه آینده.